یقولون میگویند بیافواهیم به دهنهای خود ما اوتر سخنایی را لیس فی قلوبهم که در قلبشان وجود نداره. یعنی یا خود اگرچه در ظاهری گپاره میزنه لیکن حقیقتا در قلبشان نیست که یا جهاد بکنه. والله اعلم بما یکتمون، الله خب میدانه با او نظریاتی که یا پوشانده. نظریه از یا است که مسلمان از بین بره و یا مقابل کفار نمیتونه، مغلوب میشه، شکست میخوره. اگرچه در زبان با ظاهر نمیکنه اما در قلب میگه پیشان است. الذین، اونمو مردم ها طوری است که خود شریک جهاد به هیچ وجه نشدن، بلکه برای چی؟ تبلیغات و نعوذ بالله، برای مورال ضعیف کردن دیگرها، گپای دیگه هم شای افغانی را شروع کردن. الذین قالوا لاخوانهم، او کسایی که گفتن به برادرای خود، و قعدوا، خودشان نشستن، لو اطاعونا، اگری برادرای اطاعت ما را میکردن، سخن ما را میپذیرفتن، بیرون نمیبرآمدن، ما قتلوا، بی فایده کشته نمیشدن. چیا؟ خود تباه کردن، برباد کردن. میگه بچش میسرونه خود تباه کرد، گفتیم که نبره. الله میگه بدبخت، قل بگوی پیامبر علیه السلام فدرؤا عن انفسکم الموت، دفع کنی، بگردانی از نفسایتان مرگ الله کی سری خودتان نه، او را چطور دفع میتونی؟ ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگی که اگر ما گفتیم که نمیبرآمدن، کشته نمیشدن، نه این گپ غلط است. شما میگی بی فایده کشته شده، شما کورا که ای فایده ها را دیده میتونی؟ ای فایده ها را هر کس دیده نمیتونه. اینطور مردمایی که شما واری کوری منافق باشه، این مردمای موحد دیده میتونه که چی فایده داره، کدام فایده داره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما گمان نکنی بالای کسانی که قتلوا کشته شدن، فی سبیل الله، در راه الله متعال، یعنی در راه دین الله، امواتا، گمان مرده را نکنی، یعنی مرده های عادی. گمان مرده اینه که نمرده. چرا نمرده؟ تو جنازش نخوندی، کفن ندادی، در قبر نماندی، زنش نکاح نشد، مالش ترکه نشد. بله یارم، مرده یادی فکر نکنید. چی رقم خیر فکر کنیم؟ بل احیان، بلکه یا زندگی داره، زندگی زیبا، عند ربهم، به نزد پروردگارشان، یرزقون، برای از یا روزی داده میشه، لیکن نه روزی دنیا. یک تعداد مردم پیدا شده میگه پیغمبرها زنده است، امیالی از دنیا میخوره. و بدبخت، درجه پیغمبر خیلی کم آوردی، تو درجه شهید خیلی کم آوردی. الله واره سرفراز به این قدر رزقای جنت کرده که او رزقا در مقابل رزق دنیا هیچ مقایسه نمیشه. او رزق است، دنیا چیست؟ خوی بیچاره به این خاطر که ما تعظیم پیغمبران را زیاد بکنیم چی میگه؟ میگه ناظر و حاضر هستن، این زنده هستن. یک بدبخت مولا در یک مجلس گریان هم میکنه، مولایای کلان لنگیدار هم برش نشسته است. مردم پیدا شده میگه که پیغمبر وفات کرده، او گریان میکنه. پیغمبر هم میگه باید وفات نگوییم، او زنده است. او زنده است. یک مولا سرش انتقاد هم نمیکنه، او گریان هم میکنه. اینطور بدبختی روان است. خلاف آیات صریح قرآن کریم مردم گپا را میگه، لق مردم برش سعی میکنه، در اون مجلس هیچ چیزی نمیگه. پیغمبر وفات کرده یا زنده است؟ قبرش مردم دیده یا ندیده؟ امی جاهلام دیده که در مدینه منوره قبر پیغمبر علیه السلام است. خو الله بصیرت از پیش از جا گرفته. الله که گمراه میسازه، خلاف عقیده قرآن عقیده میکنن. قرآن خو میگه که وا زنده است، خو به یک زندگی که ما کیفیتش میدانیم، ولکن لا تشعرون. برای شهدا همونجا نگفت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. و زندگی است که ما احساس کردن نمیتونیم. اگر زندگی دنیا باشه، زندگی رو ما احساس میکنیم. شما احساس نمیکنید زندگی تونه؟ من دست خدا بالا میکنم پایین میکنم، زندگی خود احساس میکنم، گپ میزنم. آیات صریح قرآن کریم قبول نداره. در صدد عزیز چی میگه؟ بیادبا پیدا شده، بیادبا میگه که پیغمبر وفات کرده. عجیب گپ است. اینطور مولای هم است که در مرده گریان میکنه. در مرده. مردم ما بیچاره عجیب مردم هستند. الله بصیرت نصیبشان بکنه. بسیار سخت است. والا
مردم ها عجیب عقاید داره، عجیب. یک دفعه شما در متن جامعه داخل شوی که ببینه، شما باور بالله بکنی که مردم حالتش خبر شوی. اگر شما کلی کارهای دنیایتان ترک نکردی، صرف به خاطر اصلاح مردم، به خاطر اصلاح عقیده مردم نخستی، هر چیزی که میگی، مردم تباه شده، برباد شده. فکر میکنی که نمید مردم آمده کلش عقیده توحید داره، کلگی عقیده توحید داره، برای یک دفعه ملا عقیده را نداره، ملا عقیدهش خطاست و پیغمبر حیات دنیا را ثابت میکنه. عجیب نیست؟ اینجا که کدام حیات برای شهدا حاصل است، حیات زیبایی است که یک نوع حیاتی است که ما نمیدانیم، او حیات برزخی است، در برزخ است، حیاتی است که توسط از جانب الله برشان رزق داده میشه. فریحین بما آتاهم الله، خوشوقت هستند به آن چیزی که الله متعال برشان داده، من فضلی، از احسانی الله، یعنی کدام احسانی که الله سرشان کرده، خیلی خوشوقت هستند. و یستبشرون، و بیان خوشحالی را میکنند، طلب خوشحالی میکنند، بالذین، به او مردمایی که لم یلحقوا، پیوست نشده، بهم بیازیا، تالی را در دنیا زنده باقی مانده، من خلفهم، از پشت سرشان، همیشه در طلب خوشی عزیز که کی او بازمانده های ما رای ما را تعقیب میکنه، مثل که ما شهید شدیم و هم شهید شوند. نه، آرمان شهدا است، انتظار از این داره که زود بر ازیا خبر شهادت بازمانده هایشان برسه. و بعضی مفسرین نوشته میکنه که برای نمی شهدا وقتی که از اقاربشان یکی شهید میشه، همین زودی که در اول برشان میرسه که اینه همسنگر جهادت شهید شده آمد، سخت خوشوقت میشه. چرا؟ به خاطری که کدام نعمت ها را و اوجا مشاهده کرده، قلبش تقاضای از این داره که همسنگرای ما باید از این نعمت ها چی باشه؟ برخوردار باشه. و مردم بخیل نیستن، کدام کمالی که بری تو نصیب است او را برای کلگی میخوایی. شهدای نمی آرمان داره. و استبشرون، طلب خوشبختی میکنه، بالذین، به او مردم ها لم یلحقوا بهم، که تعالی را پیوست نشده برشان، در دنیا زنده هستن، من خلفهم، از پشت سرشان، لیکن و طلب خوشحالی به شهادتشان میکنه که کی و شهید میشه، الله خوف علیهم، که نیست بالای از یا اونجا. و استبشرون، طلب خوشحالی میکنه بیام که نیست خوف، ترس بالای از یا. چرا؟ تمامی مامورات الله را انجام داده، ولا هم یحزنون، نیست غمگین که نافرمانی الله را کرده باشه، دوچار مشکل شوه یا برایشان عذاب داده شوه، نه این کارا را نکرده. یستبشرون، خوشوقتی میکنه، به نعمت من الله، به نعمتی که از جانب الله متعال است، و فضل احساناتی که از جانب الله است، که او دیدار الله است یا اعلان رضامندی الله. و ان الله، یقینا الله متعال، لا یضیع، ضایع نمیکنه، اجر المؤمنین، پاداش مؤمنا را. هر کسی که مؤمن واقعی است پاداشش ضایع نمیشه، کاری را که انجام داده الله برات حتما پاداش میده. الذين، مؤمنای واقعی کسانانی هستند، استجابوا، که پذیرفتن، قبول کردن، لله، برای الله فرمانش، و الرسول، پذیرفتن فرمان پیغمبر، من بعد ما اصابهم القرح، پس از اینکه برشان رسیده بود تازه زخم، للذین احسنوا، برای کسانی که احسان میکنه. مراد از احسان اینجا چیست؟ یعنی طاقت خود ده عملی کردن احکام الله خرج میکنه، منهم، از جمعی ازیا، و تقوی اختیار میکنه، خود نگاه میکنه از معصیت و نافرمانی. اجر عظیم، اجری بزرگ است. اینمی غزوه حمراء الاسد میگه. حمراء الاسد 8 میل دور از مدینه منوره است. ابو سفیان وقتی با لشکر خود در اونجا رسیدن، اونجا دوش آمدن که چرا ما تعقیب نکردیم دشمن شکست خورده خدا این تا مدینه را که بیخکن میکردیم. کم کم در قلبشان اینمی قصد و اراده پیدا شد که باز برگردن و دوباره عمله تازه را بالای پیغمبر علیه السلام و صحابه در مدینه منوره بکنه. اما امی تصمیم و ارادهشان زود مزمحل شد، مثل که آیت قبلی را خواندیم، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اون الله در قلبشان رعب انداخت. پیغمبر علیه السلام الله توسط جبریل امین خبر داد که اون مردم تصمیم غلط داره، تو هم آمادگی بگی. پیغمبر علیه السلام آمادگی رو چطور گرفت؟ خبر داره؟ اعلان کرد که دیروز قتما در جنگ بود، اما مردم برای او قتما برده در جهاد. در بین اینطور مردمایی بودن که یک قدر زخمی قوی برش رسیده بود که خود رفته نمیتونستن، بلکه توسط دیگرها بالا میشه. مردم میگه امتحان الهی،
صحابه قوی همت نبود. ما تو پشت ادناترین بهانه میگردیم که سنگر چی بکنیم؟ بگه یک طرفه شویم. اما او مردم در حینی که خون از جانشان روان بود باز دوباره برای مقابله دوم بار آماده هستند. خبر داری؟ اینطوری کار کی کرده میتونه؟ قرآن یاد میکنه که مؤمنای واقعی کسانی است که استجابوا لله و الرسول، اجابت کردن حکم و فرمان الله را و از پیغمبر. پس از اینکه زخمان برشان رسیده بود، مصیبت زده هم بودن، اما فرمان پیغمبر را در زمین نگذاشتن، به اعلان پیغمبر پس تجمع کردن، آماده برفتن شدن. پیغمبر آمد، لشکر تیار کرد، آمد در مقام حمراء الاسد رسید. در اونجا بر شوال آمد که رفت کفار اتر گریزش شروع کرد که پرسان نکن. پیغمبر اونجا صحابه تجارت و گپا و سودا و گپا هم کردن، پس اموتور آمدن در خانه های خود بدون از اینکه چیزی مصیبت برشان برسد. شعرهای میدان نمی را میگه که در هر موقع شب روز در حالت سختی و در حالت خوشی اعلان جهاد شده، باز دیگه اینطور نکرده که نه من نمیرم زخمیستم، یا نگفته که من خود نو عروس آوردم این بستره عروسی است من این اعلان کردنی نیستم. صحابه به اعلان پیغمبر بستره گرم و نازک اعلان کرده در میدان جهاد شهید شده. جلیبی کدام شخص بود؟ آیا همچو صحابه را طعن و لعن گفته میتونیم؟ در موقع سختی با پیغمبر هم رکاب پیغمبر باشه؟ ما را ببینیم، ما هم در یک حالت قرار داریم، مسلمان ها کثیر است، اسباب و وسایل هم الحمدلله داریم، اما چقدر همت داریم؟ راستی تانه بگیم حتی یک کمک مالی به یک مسلمان برادر مسلمان خود، کمک مالی را بگذار. یک روز در نماز خود در یک مسجد به خاطر حالات سوریه ما بگوید قنوت نازله خوانده نتونستیم که یک دعا خود نماز برش بکنیم. اونو مسلمان هستیم و بعد از او بینمی اسلامی خود زبان چی میکنیم؟ بگویم میکشیم طعن بالای کی میگیم؟ صحابه. اونو مردم هستید. صحابه را بشناسید. الله متعال در اینجا میگه للذین احسنوا منهم واتقوا، به او کسانی که احسان کردن و تقوا را اختیار کردن. کل صحابه اینمی شریکی امی جنگ امی رقم بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه احسان خو میگه هر چیزی خوب انجام دادن. تقوا را میفهمی که امو قوتی در وجود خود بیاری که یک امر الله را ترک نکنی و یک منهی را انجام ندی. اونو را تقوا میگه. الذين قال لهم الناس، و کسانی که گفت برایشان مردم نگفته یک فرد است خو نمایندگی از مردم میکنه، شیطانی مردم است. نعیم ابن مسعود است، او را ابو سفیان یک بولک پول و پیسه داده که برو او طرف مدینه روان بود، گفت برو اوجه در مدینه آوازه را پرتو که مردم جمع شده در مقابلتان لشکر کشی داره که واخو یک وار خطا شود. ای که آمد امی آوازه را پرتاف، چرا پیسه گرفته بود. چی گفت؟ ان الناس قد جمعوا لكم یقینا، مردم که ابو سفیان و لشکرش است قد جمعوا لكم جمع شده در مقابل شما، فخشوهم بترسی از وا تیاری تا بگیره. نه منظورشی بود که مسلمان ها خود زخم نو رسیده او دیگه آوازه حمله شوه، این حالت بسیار سخت شوه. لیکن صحابه کدام مردم است؟ دینمی طور غما و مصیبت ها چی چیز بر انسان استواری میده؟ هیچ چیزی دیگر استواری داده نمیتونه مگر عقیده صحیح. عقیده صحیح کدام است؟ ان الناس قد جمعوا لكم، مردم براتون جمع شده، فخشوهم بترسی. صحابه آواز شنیدن، شایعه پخش شد، هر کدامشان چی جواب میده؟ فزادهم ایمانا، نتیجه سخن و این شایعه ای شد که زیاد شد برای صحابه کرام ایمانا. چرا؟ به خاطر که از اینمی گپ و سخن نترسیدن، اعتماد بالای کی کردن؟ الله. چی گفتن؟ و قالو، گفتن بسیار به حوصله مندی، بسیار سخنی که همه وسوسه ها را یک دم ختم کرد. چی گفتن؟ حسبنا الله، برای ما کافی است کی؟ یک الله. همه مشکل ما مصیبت ما حل بشه توسط کی؟ الله. صحابه در وقت مشکل به الله پناه برده، نگفته در اینجا که یا حمزه شهید شده ای او در راه خوب شهید شده ای، بر روی تو ما به الله پناه میبریم، اینطور نگفته.
نگفته که یا الله بر روی حبیب و پیغمبری بزرگیت که هم در بین ما وجود داره ما به تو پناه بردیم. کلشان نعره توحید الله را سر دادن. چی گفتن؟ حسبنا الله، کافی است برای ما الله. و نعم الوکیل، بهترین کارساز و بهترین سرپرست و متصرف است. وکیل کارساز میگه، متصرف میگه و سرپرست میگه. بهترین سرپرست و کارساز کیست؟ الله متعال است. و انتظام میکنه. انتظام الله انتظامی است که به اسباب و وسایل و وقت و ایگپا ضرورت نداره. دمی کم وقت الله اهتمام نصرتی تا میکنه و تو را کامیاب میسازه. همین جمعی طور شد. فانقلبو، بازگشتن مسلمانان. معبد خزاعی که او طرف میرفت با وصفی که مسلمانان برش چیزی نگفته بود و این تعالی را مسلمان هم نبود، تنها قومش هم حلیف و معاهده به امرای مسلمانان داشت. او برای چی کرد؟ ابو سفیان گفت که از حمراء الاسد تیر شدم، پیغمبر با یک لشکر مجهز دیدم که طرف شما می آمد. بدو که نمیدوی. ابو سفیان پایا را سبکت قتیل لشکر زود طرف مکه میدوید توسط خبر یک نفر. ببینی الله چه قسم رعب در قلب میندازه. یک نفری که تعالی را مسلمان هم نیسته به نفع مسلمان اعلان میکنه. او را ببینی. اون نفری که پیسه هم گرفته او اعلان میکنه. صحابه یک دم جواب چیسته برش میده او ختم میده. فانقلبوا بنعمت، بازگشتن به نعمت من الله، از جانب الله. یعنی فایده تجارت هم کردن به اجابت قول پیغمبر و الله. صحابه که وقتی پذیرفتن ثواب بزرگ هم کمایی کردن. فانقلبوا، بازگشتن به نعمت من الله، به نعمتی که از جانب الله متعال بالای صحابه شده بودن. و نعمت کدام نعمت بود؟ از یک طرف در اونجا بازار بود، تجارت کردن، چیزی که مورد ضرورتشان بود را گرفتن و همچنان ثواب، چرا که فرمان پیغمبر پذیرفتن از الله را الله نتیجه هم ثواب داد و فضل دیگه زیادی را احسان الله سرشان کرد. لم یمسسهم، نرسیده برشان سوء، هیچ نوع تکلیف خلاف طبیعت هیچ چیزی برشان حاصل نشد. واتبعوا رضوان الله، تابعداری کردن دمی واقعه رضامندی الله را، از امو خاطر کامیاب شدن به نعمت دنیا هم به نعمت آخرت هم. والله ذو فضل عظیم، الله صاحب احسان بزرگ است. اگر بخواه سری هر کس احسانی زیاد هم میکنه، مثل که در اینجا الله سری مسلمانا کرد. انما ذالکم الشیطان، یقینا اینمی کس ذالکم چون نمایندگی از مردم زیاد میکنه، میگه اینمی کس که نعیم ابن مسعود بود، الشیطان و شیطان است، یخوف میترسان اولیاءه، دوستا و امزبای خدا. مومنای واقعی را ترسانده نمیتونه. شای افغانی و تبلیغات سو همیشه کی را میترسانه؟ بگه امو کسی که خلخل و وسوسه در قلبش است و دوستای شیطان است و لشکر شیطان است و میترسه. مومن واقعی مثل کوار استوار باقی است. این تبلیغات در مقابلش هیچ گپی نداره. مولوی صاحب تنها نگردی خو، تنها نگردی خو. مولوی صاحب تو در 12 بجه شو میایی. نصرت الله متعال میکنه. گپ در این است بله تدابیر یا اسباب و وسایل ظاهری را آدم استعمال بکنه، لیکن اصل اختیارات در پیش کیست؟ الله متعال است. از این وسوسه های شیطانی فقط تابعدارای شیطان میترسه، مومنای واقعی نه. فلا تخافوهم، شما نترسی از اینطور مردما که شایع افغانی میکنه، تبلیغاتی غلط میکنه. و خافونی، الله میگه از ما بترسی، یعنی خلاف حکم مرا نکنه، از تبلیغات مردم نترسی. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستی. مؤمن خو هسته، اگر مؤمن واقعی باشه این همی تبلیغات سرش هیچ نوع تاثیری نداره. اینجا مراد از خوف الله چیست؟ که الله میگه و خافونی، از ما بترسی. مراد از خوف اینجا این نیست که ما گریان کده اشکا بریزیم که ما از الله میترسیم، بلکه ترک کردن امو چیزی است که موجب عذاب الله میشه. در جهاد نرفتن موجب کیست؟ عذاب الله. دعوت الله را ترک کردن این موجب عذاب الله متعال است. ترس از الله به این سیستم میشه. ولا يحزنك الذين ترد غم نندازه پیغمبر علیه السلام، الذين مردما يسارعون في الكفر، جلتی میکنه این طرف و طرف میده و در کفر. انهم لن يضر الله شيئا، یقینا یا خو هرگز ضرر رسانده نمیتونه
برای الله چیزی را یرید الله اراده داره الله یجعل لهم که نگردانه بیت مردم حظا مفاد حظا یک حصه فی الاخرت در آخرت اجنا مفاد حصه نداشته باشه ولهم عذاب عظیم برای از عذاب خیلی بزرگ است. بس اوقات در دل انسان شیطان دیگه قسم وسوسه میپرته به همیتم کی داره دنیای کفر حقوق سازمان ملل در اختیار کیسته دنیای کفر نیروهای زیاد کی داره دنیای کفر اسباب و وسایل جنگی کی داره دنیای کفر تانگ و توپ و طیاره را کی زیاد داره دنیای کفر زندگی خوش و راحت کی داره دنیای کفر شیطان از یک رامیه نعوذ بالله در مورد اسلام و ایمانت شک مندازه میگه سیکو تو میگی که من دوستی الله هستم همه راحتا و هم اسباب و وسایل برای از او آماده است اما تو نیسته. قرآن جواب داد دو مطلبی جست یک جواب اینطور داد کسایی را که میبینی که کش و فش مادی دنیا را داره و هر طرف میدوه یک دقیقه در کابل است باز در امریکا چکر میزنه طیاره داره تانگا داره نه 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 ایش تو را در غم نندازه در فکری از این نباشی که مردم های قدر مادیات و وسایل داره شاید دین الله در خطر بیفته نه غم نکنی انهم لا یضر الله شیئا یا به هیچ وجه ضرر رسانده نمیتونه به دین الله چیزی را رسانده تا نیسته. چند دولت در افغانستان آمده از 40 بالاست نی از چند بالاست دین الله را نقصان رسانده مسلمان ها دیگه بیدار و چی شد بگه هوشیار شد الحمدلله به دین رجوع کردن وگرنه در اول مردم فکر میکردن که مردم کل جالی کافر میشن نعوذ بالله. خب قرآن وعدهش است الله پیغمبری خدا میگه غمگین نشوی این ساز سامان کفار تو را دوار خطا نسازه که ما چیزا را داره به دین الله ضرر رسونده نمیتونه. الله دین خود توسط یک طایفه جماعتی کم در یک گوشه نگاه میکنه غمش نکو. یک دوم ترجمه در او زمانم برای از اینکه نعوذ بالله مسلمانا را شکست بده جاسوسا خیلی زیاد کارا میکرد گاه این طرف گاه اون طرف اینی کارا را خیلی زیاد تو بالا میکرد. پیغمبر علیه السلام از این ناحیه خیلی حراس داشت. چرا؟ کسی که در داخل متن در جامعه کار برای کفار بکنه این بسیار خسته کن است آدم در حراس هم میفته. الله متعال فرمود که نه پیغمبر و کسایی که یسارعون فی الکفر در کفر مسارعت داره این طرف و طرف میدوه اوالا و اخبارا را میبره غم نکنی که در دین الله ضرر میرسه ضرر رسانده نمیتونه. آلیام یک تعداد مردم ها چاپلوسا وجود داره برای کفار الا اخبار جمع کو راپور جمع کو چی بکو مردم ده گیر بده این کارا را میکنه لیکن به دین الله ضرر رسانده میشه اون نفر گرفتار میشه شاید بندی شوه شاید کشته شوه خود دین الله ضرر یاب نمیشه. این را یاد داشته باشید. یرید الله اراده کرد الله یجعل که نگردانه لهم برای کفار حظا حصه فی الاخرت در آخرت از او خاطر ساز و سامان دنیایشان مکمل خوب آرام و راحت می باشه. چرا؟ دنیا را طلب کرده و الله دنیا را برشان داده ولهم عذاب عظیم لیکن در آخرت برایشان عذابی بزرگ است. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان کسانی که برگزیدن کفر بالایمان در مقابل ایمان امو ایمان فطری خدا که الله در قلبشان پذیرش عقیده توحید گذاشته بود او را فروختن لیکن کفر در مقابل خریدن لا یضر الله شیئا هرگز ضرر رسانده نمیتونه به دین الله چیزی را. کسایی که ایمان ترک میکنه میره کافران میشه دین الله از بین نمیره. ولهم عذاب علیم بیتر مردم عذابی دردناک است. ولا يحسبن الذين كفروا گمان نکنه کسانی که کافر هستند انما نملی لهم که یقینا ما برشان مهلت میدیم خیر لانفسهم که بهتر برای نفسایشان است. نه انما نملی لهم یقینا ما برش مهلت میدیم لیزدادوا اثما که یا زیاد شوند از نگاه گناه زیاد کنن گناه خدا یا زیاد شوند از نگاه گناه. هر دو مطلب درسته. کفاری که در عیش و عشرت فی الحال شما میبینیشه یا اصلا در حقیقت طریق زندگی را نمیدانه و نمیفهمه که ما با وصفی که برای ما راحت و گپا حاصل شده انجام ما عاقبت ما در کدام طرف است.
تا آلی را عذاب الله را نچشیده، باز بعد از او برشان معلوم میشه ای که الله مهلت برشان میده، زود زود عذاب سرشان روان نمیکنه یا دیگه هم جرأت به مخالفت پیدا میکنه، پس گناه خود چی میکنه؟ اضافه ساخته میره در سر حد میرسه که عذاب الهی دامنگیر از یا یک دم میشه. یا خود فکر میکنه که خیر است برای ما، خبر نداره که شر بود برشان، چرا که الله یک دم یارا گرفتار کرد نفهمیدن. گاهی وقت که بر انسان صدمه برسه، یک کمی پایش در سنگ بند شود، یک کمی متوجه جان خود میشه، میگه والا من کدام نقصان دارم، بیدار میشه. اما این کفار مسلسل راحت عیش تا ای که در سر حدی میرسه که فقط آماده میشه به مبتلا شدن کی؟ عذاب الله متعال، دیگه چیز نیست. ولهم عذاب مهین، برای از عذابی رسوا کننده است، سبک کننده است. ما کان الله، نیست الله متعال لیذر المؤمنین، که بگذاره مؤمنان علاما به او حالتی که انتم شما هستی علیه بالای او حالت، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا ای که جدا بسازه الله الخبیث منافق کافر من الطیب از مؤمن از مخلص، یک مانا حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا که شرک از توحید جدا بکنه، یا خبیث هر چیزی گنده پلیت و نجسه، اگر عقیده است، اگر عمل است، اگر اخلاق است، من الطیب از چیزی پاک، اگر عقیده است، عمل است، اخلاق است، هر دو با هم جدا شوه، ممتاز شوه.